درود عشق واسه قربونت برم من یه دونه نعمت فرشته قشنگم دورت بگردم عزیزکم ببخشید استاد عاشقتم جان، فکر جانم ام کنم کنه ایزم بگردی خواهش میکنم میخوام قربونت بگم برم اما خب وای، یه سال خیلی نه کوچولوه، خیلی عزیزم وقت خیلی هم میبره. بگو عزیزم راحت باش بگو عزیزم مرسی. من دیشب پریشبا یه کوچولو موچولو چند دقیقه سما رفتم. خیلی زیاد من نمیدونم، خیلی زیاد رفتم، 1000 و خورده ای رفتم. بعد حالا وقتی که شبش باریکلا مرسی، شبش که خوابیدم احساس کردم که یه چند نفری اومدن، نمیدونم فرازم نمیدونم احساس کنم یه چند نفری اومدن به هم گفتن که اه، آفرین روبینا، ما بهت تبریک میگیم، تو بیشتر از مثلا 20 تا بیشتر از مثلا حدودی رفتی، ما بهت تبریک میگیم. بعد توی اون موقع احساس کردم که شما یه ثانیه اومدید اونجا، به هم شما به هم تبریک گفتید. بعد من مطمئن نیستم که شما بودید یا نه. چرا عزیزم همین. من همیشه بهت سر میزنم قربونت برم منتها به خاطر یه سری جوانبی سعی میکنم رد و نشون نذارم ولی خب دلم تاب نمیاره بیشتر موقع بهت سر میزنم به صورت اختری. فقط هم تو نیستی به اکثر یاران اساتیدی که با هم صمیمی هستیم رهروانی که محبت دارن صمیمی هستیم سر میزنم بهشون، هم اسکم میکنم حالشون رو هم خیالم که راحت میشه بعد میرم دنبال بقیه کارهام. آره عزیزم قشنگ یادم میاد همین چند وقت پیش بود چند روز پیش آره حدودای نصف شبم بود اومدم یه سر کنار سرت نشسته بودم دقیقا بله درسته من بودم درست سپاس متوجه شدی گذارم. قربونت برم سپاس. عزیزکم کاملا درست متوجه شدی و خوشحالم که این رو دریافت کردی خدا رو شکر همین سپاس که گذارم. حضورم رو درک کردی خیلی هم خوبه عزیزم الهی که شاد و سلامت باشی همیشه روبینای خوبم سپاس گذارم استاد جان، فردات واقعا بشم سماس خیلی عزیزم خوبه. قربونت برم عاشقتم سما عزیزکم واقعا روبینا خیلی جان گناه داره. رو به شمال میخوابی؟ الان شبا تختت رو به شمال گذاشتی یا نه هنوز نذاشتی؟ از مامان بخوا اگر شرایط خونه یا اتاق خواب حکم میکنه تختت رو به شمال قرار بده که در واقع راستین باور باشی و چشم. اثرات خوبش هم برات اتفاق بیفته، چون تمام راستین باوران هم در زندگی شبها رو به شمال میخوابن و بعد از مرگ هم رو به شفق قطبی در واقع دفن میشن و رو به در واقع قطب شمال در واقع به خاک سپرده میشن. این مرام و ایمان و عقیده راستین باوریه و امیدوارم که در حفظ خدای راستین ذره جاویدان سپاس باشی عزیزم گذارم. خوب باشی سپاس روبینای استاد. قشنگم فقط استاد سپاس جان سرمو به رو به شمال بذارم یا پامو؟ نه پات اوکی. باید به سمت شمال باشه سرت به سمت اوکی. جنوب باشه سپاس. ببخشید قربونت یکم برم پرحرفی کردیم، من معذرت عزیزم میخوام نه بعد موقع قربونت برم خیلی اومدم. خوشحال شدم صدا تو شنیدم دورت بگردم سپاس گذارم استاد جان. تو و کوچولوهای فدراسیون برکت فدراسیون هستید قربونت برم من افتخار میکنم که شما کوچولوها در کنار ما هستید اینا در واقع نشانه های حقانیت خداوند ذره جاویدانه اینا در واقع تکلیف رو تمام میکنه اینا حجت رو بر مردم ناآگاه تمام میکنه
یعنی اگر کسی ولی بصر باشه، کسی باشه که اهل دیده دل باشه، دوزاریش باید با همین دیدن شماها در کنار یاران دوزاریش بیفته که اینجا کجاست. خیلی هم خوشحال شدم با صحبت کردم روبینای قشنگم. در حفظ خدای جان منم باشی خیلی عزیزم. خدای فدات بشم. وقتت بخیر. دستتون درد. خداحافظ.